شیوه مردی نداری مثل زن در خونه باش. خیرتمند شود زندان حیف است، جان نشستن باری با خاران حیف است. جوانی که ندارد علم دانش، جوانی بر چنین مردان حیف است. گر فشاری زندگی آبد کند مسکین مشو، گر فشاری زندگی آبد کند مسکین مشو. مرد باشه خسته بین شرمندگی در کار نیست. مرد باشه خسته دل شرمندگی در کار نیست. با دوست نبایدم دیگر بار نشست. یه پرهیز از آن شکر که با زهرامه، بگریز از آن مگس که با مار نشست. سلام دوستان، همه ما و شما پس از آن که از کار برمیگردیم میخواهیم که یگان فیلم باشد، یگان ویدیو باشد که کمی عصبهای ما را آرام کند. امروز من میخواهم به شما چون این کانال را توصیه نمایم. این کانال خزینه معرفت است. به نهایت ویدیوهای خوب دارد، چگونه که از نامش معلوم است خزینه معرفت. این کانال در حقیقت خزینه است. وقتی که من ویدیوهای این برادر را تماشا میکنم اشک از چشمم جاری می شود. برای یافتن این کانال می درویم به یوتیوب. در پایسکایک می نویسیم خزینه معرفت، پایست می کنیم. در اینجا نشان می دهد خزینه معرفت. به کانالش می درویم. فراموش نکنید حتما برای دستگیری این برادر در کانالش پادپیسیاتسیا می کنیم. با کلاکولچیک پخش می کنیم تا اینکه از ویدیوهای نو، از قصه های بهترین این برادر خفا نمانیم. و فکر و اندیشه های خودتون را در کامنتاری نویسید. سیلک این کانال در اپیسانی می شود و در کامنتاری. باقی در امان الله باشید.